بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه، امید که خوب و صحتمند باشین. به اینویتیو لرنینگ اکادمی خوش آمدین. سبیه افشار هستم و مبحثی که امروز میخوایم راجع به صحبت داشته باشم این است که چگونه ما میتونیم 50% پول بیشتر به دست بیاریم. و یک تریک ساده و بسیار آسان داره که تمام اشخاصی که در حوزه های تجارت آنلاین فعالیت میکنن میتونن از این طرفند استفاده کنن و یک پول بیشتر به دست بیارن. و این تریک چالش و یا چالش می باشه که باعث ایجاد یک تعامل خوب با مشتری میشه و نظر به حوزه کاری ما میتونیم یک چالش خوب را در نظر بگیریم و از مشتری های خود تقاضا کنیم که به چالش ما شرکت بکنن. به صورت مثال قسمی که در ویدیو صحبت شد، ما میتونیم یک چالش چند روزه را در نظر بگیریم و موضوعی از این هر موضوعی که میخواییم میتونه باشه. موضوع باید مربوط به حوزه تجارت آنلاین ما باشه و مثلا اگر انتخاب بهترین دیزاینر موضوع ما باشه، ما $100 در شروع چالش پرداخت میکنیم به خاطر آغازش و $1000 هم به صورت جایزه میمانیم و تمام اشخاصی که شرکت میکنن باید $100 پرداخت بکنن و در آخر اگر مثلا 100 نفر شرکت بکنن ما میتونیم $10,000 سود بکنیم و همه قسم اگر مخاطب ما بیشتر باشه ما میتونیم سود بیشتر هم بکنیم. و قسمی است که با یک تریک بسیار ساده ما میتونیم 50% بیشتر پول به دست بیاریم. و این قسم است که بیشتر در لاتری ها استفاده میشه. این تریک که با یک مقدار پول کم آغاز میشه و وقتی که هر شخصی که در اشتراک میکنه با یک مقدار پول کم ثبت نام میکنه و در آخر هم یک شخص دیگه از این برنده میشه و هم بر شخصی که این چالش برای انداخته یک مفاد بسیار هنگفته میمانه. و این بود درس امروز. بسیار تشکر از اینکه توجه کردین. امیدوار هستم که مفید واقع شده باشه براتون.